هر شوهری که اگر با زنش مثل کبوتر عاشق باشه خوب باشه در اوجا برکت رزق روزی در او خانه میریزد. فرزندای میتشکی و فرزندا در پیرش سایبان و دستگیرش میشه. نه که اگر مرد خوش اخلاق نشید زره خوش اخلاق نشید بینشون فقط همون جنگ جدال و نزاع و تفریقه و جنگ شد او خانه در ملائکه نمیدروه برکت نمیده. هر سر دو ملائکه در خانه میدروه که اگر زن شوهر هرچون مثل عاشق باشن در بالای وقتی خوابشون هم خیلی چاق گرفتگی به قول معروف بوسه گرفته خواهن میبینن ملائکه که همیو خوبن همونجا رزق روزی و برکت هم میمونن میرون. لیکن کدام خانه در بدونن که قهرن جنگن اوش داو گوشه خانه خواه ایش دایی گوشه خانه خواه یا داو خانه خواه یا که شاو گپای زشت و بیوده گفته که دلی دختر شکستگه یا که دختر دلی شکستگه او وقت ملائکه میگه که در خانه اگر ما و شما هم باشیم در کدام خانه رفتیم جنگ جلو نمیستیم میگه همین صاحب خانه را نمیفروشی ما اومده ایم با همین خاطر